درود فراوان خدمت دانش آموزان عزیز. رامین فرهمند هستم. قبل از اینکه وارد فصل دوم بشیم میخوام یه یادآوری از اعداد صحیح رو اینجا بکنم. اعداد صحیح تشکیل شدن از اعداد طبیعی، یعنی 1 2 3 4 و غیره که تو طبیعت ازشون استفاده میشه. اعداد منفی یعنی -1 -2 -3 و الی آخر، و همچنین عدد صفر. پس محور ما 3 قسمت داره: عدد صفر، قسمت مثبت محور، قسمت منفی محور. قسمت منفی قرینه قسمت مثبت و بالعکس قسمت مثبت قرینه قسمت منفی است. نماد قرینه یا علامت قرینه همون علامت منفی هست. علامت منفی علامت عدد رو تغییر میده، یعنی اگر عددی منفی باشه نماد قرینه اون رو مثبت میکنه و اگر عددی مثبت باشه نماد قرینه اون عدد رو منفی میکنه. یعنی در واقع قرینه علامت رو تغییر میده. این یادآوری بود از اعداد صحیح که تو سال گذشته در موردش خوندید و ما خواستیم قبل از اینکه وارد فصل دوم بشیم در مورد اون یه توضیحاتی داده باشیم. بدرود.